16代目のクラウン、日本の歴史に重ね合わせればそれは明治維新です。ご覧ください。新しい時代の幕開けです。تویوتا داره یه چیز جدید توی کارخونه‌اش آماده میکنه، ولی این بار یه ماشین معمولی نیست. داریم درباره خودرو انقلابی با سوخت هیدروژن صحبت میکنیم. شاید قبلا اسم تویوتا میرای رو شنیده باشید، همون خودرو هیدروژنی که با استفاده از سلول‌های سوختی برق تولید میکنه. ولی حالا تویوتا یه چیز کاملا متفاوت طراحی کرده. اونها این فناوری جدید رو موتور درونسوز هیدروژنی نامگذاری کردن. این تکنولوژی میتونه یه تحول بزرگ توی صنعت خودروسازی باشه. در حالی که خیلی از خودروسازا به سمت خودروهای تمام برقی رفتن، تویوتا یه مسیر متفاوت رو انتخاب کرده. ولی فقط بحث متفاوت بودن نیست، موضوع اینه که شاید این راه بهتر باشه. پس بیایم وارد ماجرا بشیم. قراره درباره موتور درونسوز هیدروژنی تویوتا صحبت کنیم، ببینید چطور کار میکنه و چه تأثیر روی آینده صنعت خودرو داره. هممون میدونه که وضعیت زمین چندان خوب نیست. طبق گزارش globalcitizen.org صنعت حمل و نقل مسئول 15% از انتشار گازهای کربنی در سطح جهانه. موتورهای درونسوز سنتی یکی از عوامل اصلی این آلودگی هستند. درسته که خودروهای برقی روز به روز محبوب تر میشن، اما بعضیا معتقدن که این تنها راه حل نیست. اینجاست که تویوتا با یه فناوری جدید وارد میشه، موتور درونسوز هیدروژنی. این یکی از راهکارهای تویوتاست برای رسیدن به هدف کاهش تولید کربن و سازگاری بیشتر با محیط زیست. هیدروژن فراوان‌ترین عنصر در جهانه و بیشترین چغالی انرژی را در بین تمام منابع غیر اتمی داره. بدون آلایندگی و غیر سمیه. از منابع مختلفی میشه اون رو تولید کرد. ذخیره‌اش محدودیت زمانی نداره و حمل و نقلش هم نسبتاً آسونه. هر سال میلیون‌ها تن هیدروژن بدون هیچ مشکلی تولید و مصرف میشه و همین حالا هم به عنوان یه منبع انرژی در ساختمان‌ها، خودروهای برقی، لیفت تراک‌ها، کشتی‌ها و قطارها استفاده میشه. اما داستان موتورهای هیدروژنی چیه؟ این موتورها برد بیشتری دارن و مثل ماشین‌های برقی نیاز به شارژ شدن ندارن و مهمترین نکته، تنها چیزی که از اگزوزشون خارج میشه آبه. درسته، هیچ آلاینده مضری تولید نمیکنن. حالا شاید براتون سوال باشه که این فناوری چطور کار میکنه. همه موتورهای هیدروژنی از یه سلول سوختی استفاده میکنن که هیدروژن رو به برق تبدیل میکنه. یه جورای شبیه جادوه ولی با علم. جالب بدونه که تویوتا از سال 1997 شروع کرد به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی، زمانی که اولین مدل پریوس رو عرضه کرد. اونها سالهاست که دنبال راههای دوستدار محیط زیست هستن. ولی فقط تویوتا نیست، خودروسازهای بزرگ دنیا در روی ماشین‌های سبز کار میکنن و از انرژی خورشیدی، برق و هیدروژن استفاده میکنن تا خودرو